ای شمایان که در باره جنایتکار بودن پسرم بر دروغ حرف میزنید، نامردان بیناموس خودوزده ها جگربند نازپرورم رو با عذاب و عقوبت و سخت به هلاکت رسانیده. اگر سود عدالت رو نشان نمیده، من خود رو عیناً در همون میدان اسماعیل سامانی شهر خورو به دور می آویزم. من مادر زیابک گلبدین هستم. من بعد از واقعی که اون واقع مدهشی که بر سر من و بر سر عائله من آمد، تماما فکر و خیالم پریشان و در سر من یگان فکری از فکرهای پس و پیش اومدگی باقی نمیموند. بنابراین من از اون روز سختی که بر سر من آمد میخواهم که درد دل خود رو با یک چند سخن روی کاغذ آورده برای آنهایی که شب و روز همراه من استودگری کردند بیان کنند. اما از اون تماشابینان، از اون شخصانی که مرا میشنوند و تماشا میکنند، احترامانه خواهش میکنم که مرا ببخشید، زیرا که من این سخن این درد دل خود رو در کاغذ برای خود نوشتم، زیرا که من تماما فراموش شدم و این رفتار وحشیانه کشتار پسرم که به سر من تو درجه تاثیر کرد که یگان کلمه در کله من مونده نمیتواند که من به کاغذ به شما سخن درد دلم رو گویم. هزار بار از شما میبخشم که از سخنان خود رو در روی کاغذ آوردم و از کاغذ میخونم. سلام به مردم باننگ و ناموس تاجیکستان مقیمی امریکا و اروپا، روسیه و دیگر ملت‌های دنیا. من عبدالمومن و پیوستمو، مادر جوانمردی که پرچم بردار دولت خود، حامی بینوان و ضعیفان، صاحب دخترچه دوست رویک و زن صاحب جمال بود، از طرف مقام کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ولایت در دهه خودش، یعنی تقدیم ناحیه روشقلعه سانه 25 نوامبر وحشیانه و بیرحمانه کشته شد. بعد از فاجعه‌ای که مقام‌های قدرتی ولایت بر سر ما و چندین عائله‌های دیگری بدخشان آوردند، من با تمام مردم تاجیکستان و دیگر ملت‌ها برای بیان همدردی، اظهار منت‌داری و سر تعظیم فرود می‌آورم. آنهایی که غم شریک ما بودند و برای ما عدالت استودگری کردند و حال از فشار مقامات ها رنج برده ایستادند، صدقاً و خالصانه تشکر خود را بیان می‌کنم. خدای تبارک و تعالی نگهدارشان بود. و اما بعد می‌خواستم برای تسکین دلم، برای فهمیدن حقیقت، برای آرام گرفتن جانم، برای لبریز شدن فکر و خیالم، اندیشه ها و سوال های خود را بیان نمایم. سال 25 نوامبر سال 2021 شاید برایم و چندین شهروندان بدخشان روز مدهش‌ترین باشد. من در بیمارخانه ناحیوی بستری بودم. ناگهان غیر چشم داشت همسایه ها و همدیگران در پیش بیمارخانه که از دیهه ما 20 کیلومتر دور است جمع شدند و این خبر شوم رو، یعنی شکنجه کردن پسر پهلوان رو به من رساندند. دنیا در نظرم تاریک گشت. ما از مرکز ناحیه به دیهه ما روان شدیم. چون به دیهه رسیدیم ماشین نایستاده حرکت را دوام داد. وقتی که از این چلی
وقتی که از چنین حالت کور پرسان شدن گفتند پسرتون رو به شهر خوراک بردن. چون به شهر خوراک رسیدیم فهمیدن که نامردان بیناموس خدا زده ها جگربند نازپرورم رو با عذاب و عقوبت و سخت به هلاکت رسانیده در مردخانه ولایتی پرتوفتند. این واقعه ننگین بست بعد از 20 روزی به سر حکومت آمدن آدمی ضحاک صفت بدخشان که به قتل رساندن پسرم نیت پیشینه خود بود رخ داد. چون این رفتار غیرقانونی و ناعادلانه کارمندان امنیت باعث آن شد که ساکنان ولایت جسد بیجان پسرم رو با هیجان و احساس به طور استخباری به میدان اسماعیل سامانی شهر خوراک آوردند. زیرا من از مردم جمع آمده میخواستم سبب رفتار وحشیانه و فاشیستانه کارمندان امنیت عدالت و حقیقت را فهمم. برعکس حال کارمندان امنیت دولتی که پیشکی در اداره‌های مأموری ولایت جایگزین شده بودند تیرپرانی را به طرف ازدحام سر کردند که در نتیجه آن 17 نفر جوانمرد دیگر زخمی شدند و 2 نفر از آنها جان باختند. ما با ملت سیر شبانه روز در خنکی طاقت فرسا حتی یک بار هم مژه ته نکرده از حکومت ولایت و از مقام‌های قدرتی معنیداد کردن چنین مناسبت غیرقانونی خود آن را به جنازه های پسرمون و جنازه های پسرمون انتظاری داشتیم ولی یکون کس به نزد ما نآمد. مردمی که در آن شب و روز ها با ما بود آنها رو هیچ کس دعوت نکرد. یکون گروه جنایت پیشه آنها را راهنمایی نکرده بود. چه خیلی که حوزه از تلویزیون بدخشان میگویند اون آدمان رو صدای ناله پرسوز من، صدای ناله مادر دیگری که در پهلوی سر جسد بیجان پسرش بود حس بلند شرمندی جمع کرد. جمع شدن آدمان نشان داد که بدخشان هنوز جان آدم ارزش دارد. مردم با درد همدیگر شریکی میکنند. مردم حسیات انسانی خود را افشا میکردند. مردم عدالت رو طلب دارند و طلب مردم از این بیش است. کارمندان امنیت باشند بعد از چنین روز سخت این واقع ننگین از طریق تلویزیون بدخشان فیلم را به نام نیروی قانون که گویا حجتی است نشان دادند و پسر بیگناه هم را بر دروغ جنایتکار و تروریست نسبت میدهند. با وجود آن که تفتیشات علیه پرونده جنایتی به آخر نرسیده است. بر ضمن این وزیر انرژیتیکا و ذخیره آب تاجیکستان جمعزاده دلیر و نماینده مردم ولایتی با پارلمان گیوزاده عزیز به من وعده دادن بودند که تا تمام شدن تفتیشات و برآمدن نتیجه داوری پخش تلویزیون نامبرده رو در طریق تلویزیون بدخشان قطع می کنند. اما وعدهشون وفا نکردند زیرا منصب آنها زورتر برآمد. امروزها باشد افرادی که طریق تلویزیون زی اوید قتل پسرم و جنایتکار بودن او گپ می زدند در اصل پسرم رو تماما نشناختند. برخی از آنها با فشار کارمندان مقامات‌های قدرتی گپ می زدند. بعضیشون برای از دست ندادن کرسی منصب گپ‌های دروغ و بفته می زدند. همان شخصان، وکیلان، کارمندان مقامات‌های قدرتی، کارمندان حکومت‌های نایوی و جماعت‌ها، کارمندان معارف، دانشجویان، نفقه‌خوران و خرد بزرگ
از درواز تا مرغوب جنایتکار گفتن پسرم رو حق ندارند، زیرا حکم سود تا اولو نبر آمده است و تفتیشات ادامه دارد. ای شمایان که در باره جنایتکار بودن فرزندم بر دروغ گپ میزنید، مگر شما فرزند ندارید؟ ما و شما یک جای شاهد آن بودیم که چگونه مردم سرخ ولایت سرخ به جانب جناب اولی سرور دولت مجسمه مادرش رو تقدیم کردند و پیشوای ملت در پیش مجسمه اشک ریزاند. در آن لحظه کسانی که مادر داشتند آغوشش رو می گرفتند، کسانی که نداشتند دعا و ثنا برای ارواحشون می کردند. من نیز همین گونه مادر هستم، ولی جای من به امر تقدیر یا به نیت ناپاک قاتلان با پسرم یوش شد. ای شمایان که در باره جنایتکار بودن پسرم بر دروغ حرف میزنید، آیا می توانید اقلا این جنایت صادر کرده پسرم رو به من ثابت کنید؟ آیا شما در روند وحشیانه کشتن فرزندم اشتراک داشتید؟ یا شما اقلا نواری رو اوید به قتل رساندن پسرم رو از جای حادثه دیده و مطالعه کرده اید؟ اگر شما به جای من بودید چکار میکردید؟ مگر من پسرم رو با هزارها امید به همین روز رسه پروریدم. من برای حکومت 40 سال خدمت کردم، نه خوب پاداش این خدمت همین باشد. ای شمایان که در باره جنایتکار بودن فرزندم بر دروغ گپ میزنید، اگر آدم کم در شعور می داشتگی رو پرسید، او به شما می فهماند که پرونده های کشوده شده باید قضیه سنه 25 تا 28 همه یک طرفه حل شده ایستاند. یعنی اون معنا دارد که کارمندان امنیت و حکومت گویا جنایت نکردند. آنها میخواهند که این کار انجام داده آنها باید قابل قبول دانسته شود، گرچنده که اجازت پروراندن آدم در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و نه در قانون جمهوری تاجیکستان نوشته شده است. اکنون یک چند سوال رو من پیشکش میکنم که اونها هم روی کاغذ آوردم. من شب و روز خودم به خود سوال میتیم، معنای امنیت چیست؟ معنای من معنای امنیت رو چنین فهمیدم. معنای امنیت کشتن آدمان بیگناه بوده است. برای چی محمد حبیب کارمند میلیسا که سرکرده این مناقشه بود و پسرم رو به این کار روانه کرد هنوز در مقامات کار میکند و برای تفتیشات دستگیر نشده است؟ پسرم رو برای توسعه زدن پرکروری که ایدور کردن، اولو آن پرکرور خودش جنایتی کروپسانی صادر کرده بود. آیا این عادلانه است که برای یک توسعی که وی هم اثبات نشده است آدم رو به قتل رساندید؟ 5 دعوتنامه‌ای که برای پسرم گرویی کردند فضولی هستند. تنها دعوتنامه آخرین که آورده باید به پسرم میدادند و موافق اون دعوتنامه باید پسرم سنه 26 2021 به پرسش حاضر میشد، اما او رو سنه 25 نامسلمانوار و نامردانه به قتل رساندند. برای چی؟ پسرم سلاح نداشت و هدایتش همیشه این بود که مرد با مشت جنگ می کند. کنی دلیل برای اون که پسرم تپانچه داشت. بسیار مفهوم های دیگر وجود دارند که برای همشان از رئیس ولایت و از مقام های قدرتی به خصوص از امنیت جواب می خواهم. همه این رو در یک کنج غفلت گذاشته تلویزیون بدخشان فقط لط و کوب کارمندان مقامات های قدرتی، بریدن درختان
و دیگر جنایت‌های نامعلوم پیشکی صادر شده نه آنقدر وزنی گپ میزند، مگر ارزش درخت از جان انسان بالاتر است. تا دمی که عدالت رو ندیدم آروم نمیگیرم. اگر عدالت رو نشان نمیداد من خود رو، اگر سود عدالت رو نشان نمیداد من خود رو عیناً در همون میدان اسماعیل سامونی شهر خورو به دور می آویزم. بگذار بدانم که بی عدالتی می تواند به چی آورده رساند. باوری من فقط با اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشور نوجوان عالی محترم امام علی رحمان مانده است و خلاص. با کسانی که پسرم رو جنایتکار میگویند از خدا بترسید. این بودن سخنان من. لیکن اگر سخنان خود رو من روی کاغذ درآورم، یک کتاب تاریخی میشد که انشاءالله من نوشتن کاغذم رو دوام میدم و البته امید دارم که بیگناهی پسرم رو اثبات میکنم که من چنین فرزندان رو هیچگاه تربیت نکردستم.